بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. با سلام و عرض ادب خدمت یکایک شما بینندگان نهایت مهربان. سلامتی شما را از ایزد متعال خواهانم باز هم قدردانی میکنم از شما دوستان که ما را حمایت نمایید و حمایت میکنید. جلسه دیگری را تحت عنوان تلفظ ساختن جملات ساده آغاز می نماییم. امید است فیضی ببرید. Come to the front of the class. 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 Go back. Go to back of the class. Go to the back of the class. Go to the back of the class. Go to back of the class. Go to the back of the class. Go to 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 back of the class. Come to the front of the class یعنی بیا پیشروی صنف، بیا پیشروی کلاس. یک جمله عامیانه است که اکثر وقتا در مراکز آموزشی که زبان انگلیسی تدریس مونه لازمه که آدم باید بدانه. Come to the front of the class یعنی بیا پیش کلاس، بیا جلوی کلاس. تیچر همیشه وقتی که مگه come to the front of the class منظور چیه؟ بیا جلوی کلاس ما تو را کار دارم. Come to the front of the class یعنی بیا جلوی کلاس. باز go to back of the class یعنی برو آخر صنف، برو آخر صنف. اکثر برای کسایی که مثلا در زمان درس اخلال ایجاد نه، حواس دیگرها رو پرت نه، مگه go to back of the class یعنی برو آخر کلاس. آخر کلاس، پشت کلاس نه، آخر کلاس یعنی برو داخل کلاس. touch the side of the desk نه desk ببخشید. touch the side of the desk touch the
side of the desk. Desk. Touch the side of the desk. Desk. Touch the side of the 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 desk. The car is at the side of the road. Durnia road. Road. The car is at the side of the road. اینجی اشتباه شده. Road. The car is at the side of the road. Road. دوره. Road. R-O-A-D. The car is at the side of the road. Road. The car is at the side of the road. Road. The car is at the side of the road. Road. The car is at the side of the road. Touch the side of the desk یعنی کناره میز را دست بزنیم. کناره میز را دست بزنیم. کناره میز را دست بزنیم. یعنی کنار میز را دست بزن. کنار میز را دست بزن. The car is at the side of the road یعنی ماشین کنار جاده وسط جاده نیست. کنار جاده. The car is at the side of the road. بعضی پرسان ماتر کجاست؟ میگه my car is at the side of the road. The boat is in the middle of the river. The boat is in the middle of the river. The boat is in the middle of the river. The boat is in the middle of the river. The boat is in the middle of the river. The gull is at the top of stairs. The gull is at the top of stairs. The gull is at the top of stairs. The dog is in the middle of the stairs. The dog is in the middle of stairs. The boy is at the
bottom of the stairs. The boy is at the bottom of stairs. The boy is at the bottom of stairs. The boy is at the bottom of stairs. The boat is in the middle of the river. یعنی قایق وسط دریا است، وسط رودخانه است، وسط رود است. The girl is at the top of stairs. یعنی دختره در بالاترین زینه است. The dog is in the middle of stairs. یعنی سگ در وسط زینه است. در کجای؟ در وسط زینه است. The boy is at the bottom of the stairs. Bottom یعنی پسر در کجا است؟ پسر در پایین ترین زینه است. در کجا است؟ پایین ترین زینه است. come C-O-M-E, the British come. come مانند کلمه فارسی کاف الف میم تلفظ میشه. friend مانند کلمه انگلیسی ف ر با صدای ا نون و چه غلیظ فرانت. تو مانند ت و تو ضمیر مخاطب فارسی. ده دال با صدای ا ده. کلاس اوف الف با صدای او و ف اوف کلاس مانند کلمه فارسی کاف لام الف سین کلاس تلفظ میشه. گاف با صدای او و واو گو. ت واو تو. بک مانند کلمه فارسی ب با صدای ا و کاف بک. تچ مانند کلمه فارسی ت با صدای ا و چه تچ تلفظ میشه. ساید مانند کلمه فارسی سین الف یا دال غلیظ ساید. دسک مانند کلمه فارسی دال با صدای ا سین کاف دسک تلفظ میشه. کار مانند کلمه فارسی کاف الف ر کار. ات مانند کلمه فارسی الف با صدای ا ت ات. رود مانند کلمه فارسی ر با صدای او و دال غلیظ رود تلفظ میشه. بوت مانند کلمه فارسی ب با صدای او و ت بوت تلفظ میشه. میدل مانند کلمه فارسی میم یا دال با صدای ا و لام میدل تلفظ میشه. ریور ر یا
واو با صدای ا تلفظ میشه. ریور. آر آخریش هم خیلی خیلی رقیقی، اکثرا نباید بفهمه، تلفظ مونین که فهمیدنش نه. ریور. خب گل مانند گل نوشته میشه، گل با صدای اویا، گل با صدای ایا، گل. تاپ. ت الف پ مانند کلمه فارسی ت الف پ، تاپ خوانده میشه. استیرز. استیرز مانند کلمه فارسی الف سین، الف با صدای ا، اس، سین. تیرز. تیرز ت با ت غلیظ با صدای ا، باز همزه، باز ر و سین. استیرز. 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 داگ مانند کلمه فارسی دال با صدای او و گاف تلفظ میشه. داگ. 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 بوی. بوی مانند کلمه فارسی بی با صدای او و یا بوی. باتم. باتم. بادم. باتم. بادم. باتم با ب الف تی غلیظ، باتم که شبیه به گافه، شبیه به داله. باتم. 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 باتم ت با صدای ا، میم. باتم. 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 تشکر از همه شما دوستانی که تا این قسمت از برنامه همراه ما همراه بودین. شما را به عزت متعال میسپارم.